من رفتم همون برام برگشتم. قبل از اینکه برم همون داشتم یکی از ویدیوهای میا رو میدیدم که داخلش داشت میگفت که ما 4 دسته مو داریم: 1 موی صاف، 2 موی موجدار، 3 موی فر و 4 موی خیلی خیلی فر. داشت روتین موهاشو نشونمون میداد که من به این نتیجه رسیدم که موهای من تقریبا شبیه موهای میاست، حالتشون و یا حالا نه کاملا ولی خب تقریبا شبیهش هست. و مشکلی که من دارم با موهام اینه که الان کوتاهشون کردم و الان کاملا خیلی پف شدن و به موی کوتاه پف نمیاد. به خاطر همین الان اومدم که روتین موهای میا رو انجام بدم. اول سمیه گفت که داخل حموم شونه‌شون بکشیم و وقتی از حموم اومدیم بیرون دیگه شونه‌شون نکشیم و کارشون نداشته باشیم. بعدش از یک تقویت کننده باید استفاده کنیم. هر سرم و هر نم کننده ای که من از این استفاده میکنم و گفت وقتی میزنیمش به موهامون باید موهامون رو اینطوری کنیم و اینطوری کرانچشون کنیم. خب بچه ما هنوز اوکی نشده، دقت بهشون نکنید. الان میخوام برای اولین بار کوکی درست کنم. بعد از اون قرار که با دوستم برم بیرون و میخوام کوکی ببرم بیرون و به مامان گفتم وسیله‌هاشو بخره. از چت جی پی تی پرسیدم که چه چیزایی نیاز داره و چطوری درستش کنم و گفتم که رژیمی باشه، چون که من در حال حاضر رژیم گرفتم توی این مدت، توی این 5 ماه که نبودم. و مواد لازمش یه عدد موز بود، یه پیمانه پودر دوید و سرپرک و شکلات تخته‌ای که اختیاریه، میتونید نریزید میتونید بریزید که به نظر من خوشمزه تر میشه. و اگه میخواید کوکیتون واقعا خیلی 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 رژیم باشه بهتره که شکلاتتون رو تلخ بخرید که من شیرین خریدم، اشکال نداره. و پودر دارچین که اونم اختیاری، میتونید بریزید میتونید نریزید و من نمیدونم پودر دارچینمون کجاست، به خاطر همین صبر کنم که مامانم بیاد پودر دارچین رو بهم بده. الان اولین کاری که باید بکنیم اینه که یک کاسه بیارید و داخلش موز رسیدتون رو بندازید. باید چاقو بیارم. داشتم میگفتم موزتون رو خورد کنید. حالا با چنگال باید موزتون رو له کنید. نمیدونستم یک پیمان جوی 200 یعنی چقدر، رفتم از چت جی پی تی پرسیدم، یعنی 8 تا 10 قاشق غذاخوری. لایت خاموش شده. کاغذ سوخته هیچ وقت نمیسوخت. چرا همه اینطوری خب بچه از طعمش بخوام براتون بگم، یه طعم شیرینی
یه ذره سفته به خاطر جو هست. شکلاتش هم مزهش خوب شده و طعم موزش هم میاد، یه ذره طعم مزه موزش هست و آره خوشمزه شده و از مزهش کاملا مشخصه که انگار یه چیز رژیمی درست شده. من که دوستش داشتم و بهش نمره 9 از 10 میدم. اونم فقط به خاطر اینکه یه ذره سفته. البته فکر کنم همه کوکی‌ها یه ذره سفت باشه. فکر نکنید که این باد اسفلش داده. خب بچه‌ها من دیگه آماده شدم، دیگه بریم کفشامونم بپوشیم و آره دیگه. یه برو خودت بیارش. اینجا رو حتما سانسور. نور اینجا بده، خیلی زشتمون میکنه. این جوراب ورزشی پوشیدم، خودم خبر نداشتم. این شما و این شاهکار که قیافش به خدا قیافش خوب نشده ولی خودش خوب شده، راست میگم. ببینیم قیافش مادر عروس استفراغ. ایزم کوکی استفراغ. ایزم چه انتظاری سگه. چه انتظاری داری؟ کوکی رژیمه. خب ترکیباتش اینا شکلاته که تو فر آب شدن، خب وگرنه این شکلی نبودن. اینا جوی دو سرپرکه، اینم موز لاش. ببینید در واقع جوی دو سرپرک با موز قاطی شده. این کرم جوی دو سره، نه جوی دو سرپرک. دو سرپرک بهش میگن. نه جوی دو سر. بابا تو چت جی پی تی گفت. خود چت جی پی تی هر چی بی گفت. بیبی گفت. دارچین هم توش ریختن اینجاش که اینطوریه دارچین. خب بچه‌ها من از بیرون برگشتم و بیرون نتونستم زیاد متاسفانه واسهتون ویدیو بگیرم چون گوشیم فقط 2% بود. متاسفانه نتونستم بگیرم زیاد، ولی تا جایی که تونستم واسهتون گرفتم و چیزایی که شما دیدید این بود که بسکتبال تمرین کردیم، بعدش کوکی رژیمی خوردیم، بعدش از پارک زدیم بیرون رفتیم یه پارک دیگه و باز هم اونجا بسکتبال تمرین کردیم و بعد از اینکه دیگه زیاد تمرین کردیم کمر و پامون و همه چیمون فلج شد، از پارک زدیم بیرون و رفتیم پاساژ و داخل پاساژ دنبال گوشواره بودیم که پیدا نکردیم. بعد رفتیم یه فتوکپی که میخواستیم کاغذ چاپ کنیم، نمیخواستم چاپ کنم، خواستم قیمت بپرسم
میخواستم کاغذ به صورت برچسب چاپ کنم. میخواستم ببینم چاپ میکنه یا نه، که برگه 30,000 تومان بود. این عکس‌ها رو که اینجا میبینید من داخل پینترست دانلود کردم و چون خیلی خوشگل بودن میخوام چاپشون کنم به صورت برچسب. بعد رفتیم یه پاساژ دیگه و اونجا هم دنبال جا اکسسوری بودیم، یعنی واسه دوستم میخواستم، خودم نمیخواستم، که پیدا نکردیم. یعنی گفت داشتیم ولی الان دیگه نداشت. بعدش رفتیم یه مغازه‌ای که من خیلی وقت بود بهش گفته بودم هدفون آیفون از این تو سیاه هستا، عکسشو میذارم اینجا حالا اگه پیدا کردم. و بعد اونجا گفت آورده بعد از 1000 سال. باور کنید من هم موقع که اینترنت چند ماهی بعد از اینکه یه ماه بعد از اینکه اینترنت قطع شد بهش گفتم، و چون پست خیلی زود میرسونه اون گفت تازه بارش رسیده و الان دیگه پول تو جیبی من تموم شده، نمیتونم بخرمش. 800,000 تومن بود. خدا من چیکار کنم؟ 5 ماه که منتظرشم و الان پول ندارم. آریه. خب بگذاریم. بعدش رفتیم دوستم کافه میخواست چیپس و پنیر بگیره و چون من رژیم بودم نگرفتم، به خاطر این پک کرد که بره خونه بخوره. و بهتون بگم که من رژیمم خوب رعایت نکردم، اومدم خونه چیپس سهم داداشم خوردم. خیلی خوب رژیمم رعایت کردم، کوکی رژیمه خوردم بعدش اومدم چیپس خوردم. عالیه. خب دیگه بعدش اومدیم خونه و الان دارم واسهتون ویدیو میگیرم و بچه واقعا روش میا جواب داد. باورم نمیشه این الان بهترین ورژن خودمه. تا حالا ماما اینقدر خوب و خوشگل ندیده بودم که وز نشده باشه. حتی من چیزی هم نزدم که وزشو بگیره، فقط یه نرم کننده زدم با یه ضد حرارت که مثلا خب ما اتو بکشم که نسوزه موام زیاد. دیگه غیر از این هیچی ندادم و واقعا روش میا با اینکه فکر میکردم جواب نمیده، چون که روش خیلی آسون و ساده ای بود ولی جواب داد. به این نتیجه میرسیم روش های ساده بهتر هستن. آره دیگه بزن بریم ادامه ویدیو. خب بچه‌ها داشتم میخوابیدم که متوجه شدم که آرایشم پاک نکردم. واقعا داشتم میخوابیدم، توی رخت خواب بودم الان و پا شدم اومدم اینجا کارشم پاک کنم. واقعا آرایش پاک کردن چیز مهمیه. اگه مثلا آرایشتون رو پاک نکنید باعث میشه که پوستتون کلی جوش بزنه. حالا اینجا هم یه ذره کیفیت نورش نمیدونم خوبه بده چیه، رینگ لایت نداره. رینگ لایت هم اینجا میسوزه با آب. خب اول از آرایش پاک کنم استفاده میکنیم.
میگه باز برم یا بسته، ولی بسته میرم. نمیدونم دارم دیوونه میشم. ولش کن.